امیر محمد اومد. امیر زود وسایلتو جمع کن برو. خدا بگم چی کارت نکنه ستاره، تو آخرش منو به فنا میدی. امیر چرا با تو خودت ببر. مراقبت کن. اینم که نمیاد. چی کار میکنی داداش؟ بخش نظر میخوام. چی کار داری میکنی؟ معلوم است 2 ساعت پشته دارم. هر چی زنگ میزنم جواب گوشیت هم نمیدی. هیچی عزیزم همون بودم. بعد الانم آرایشگاه وقت ناخون گرفتم، وقت ترمیم دارم. الان میریم و من برم. چرا هول شدی؟ ترسیدی؟ نه میشه در بکنی، میخوام برم وقت ناخون دارم. خانم چته؟ ببخشید خانم شرمنده عجله دارم. سلام عزیزم چطوری؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ همین الان زنم رفت ندیدت؟ عشقم خودت گفتی ساعت 12 وقت آرایشگاه داره، منم اومدم پیشت دیگه. بیا تو.